سر کلاس 12 علوم انسانی امروز با بحث برنامه‌ریزی درسی شروع کردم. اهمیت زمان و فرآیند زمانبندی برنامه رو شرح دادم. روش‌های مطالعه مؤثر، راه‌های تمرکز بیشتر هنگام مطالعه رو به دقت بررسی کردیم. از همه خواستم به خودشون نمره بدن از 1 تا 10 درباره هر درس چه تخصصی چه عمومی نمره بدن. بعد سقف آرزوهاشون رو بالا ببرن، آینده رو ترسیم کنن و آرمانهاشون رو عملیاتی روی کاغذ بیارن. در مرحله حرف همه قوی هستند، اما زمان نوشتن روی کاغذ خیلی ها امتیاز و برتری و قوت نوشتن و تسلطشون مشخص میشه. برای هفته بعد کلی کار دادم که باید هر روز نتیجه برنامه مطالعاتی برای من ارسال کنن. این یه سال طلایی بچه‌های 12 انسانیه. باید بتونن به خوبی از پس امتحان نهایی و تست دادن بر بیان.